منبر جهانی. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. شکست هر بت و هر بت نمایی نماد عزت دین است و دولت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سروران گرامی، در این جلسه از سلسله جلسات عقیده اسلامی پیرامون ایمان به اسما و صفات الهی با هم سخن خواهیم گفت. همچنان که می‌دانید و در یکی از جلسات گذشته خدمت شما عرض کردم، توحید الهی علما آن را بر 3 بخش تقسیم می‌کنند. یکی توحید ربوبیت، یکی توحید الوهیت و یکی هم توحید اسما و صفات. توحید اسما و صفات این است که ما هر اسمی که و هر صفتی که الله متعال آن را در کتاب خودش نازل فرموده و رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم آن را بیان فرموده و یا اینکه الله متعال آن را به یکی از بندگان نیکش آموخته است، ایمان و یقین و باور کامل داشته باشیم که همه این اسما و صفات برای الله متعال ثابت است و این را بدانیم که به تعبیر ائمه سلف و جمله مشهور امام مالک رحمت الله علیه که احتمالاً از ام سلمه رضی الله عنها نیز منقول است: الاستوا معلوم و الکیف مجهول و الایمان به واجب و السؤال عنه بدعة. همچنان که درباره استوا این تعبیر نقل شده و منقول است، درباره تمام صفات الله متعال عقیده سلف امت همین است. صحابه بزرگوار و تابعین ابرار همه اتفاق نظر دارند بر این که هیچ صفتی از صفات الله متعال را ما نمیتوانیم با ذهن کوچک و بشری خود نعوذ بالله برای آن شکلی به تصویر بکشیم. استوا معلوم است، مثل این که درباره هر صفت الله متعال، درباره دست، درباره وجه، درباره سایر صفات میتونیم بگیم که معلوم است. ولی کیف و مجهول، کیفیتش که چگونه است این مجهول است. این نکته خیلی مهم است در باب اسما و صفات که ما بدانیم که الله متعال هرگز و هرگز در تصور ما نمی گنجد. وقتی ما میگیم دست، نعوذ بالله، هرگز معنیش این نیست که الله متعال اگر فرموده که بل یداه مبسوطتان بلافاصله ذهن ما به سوی دست انسان بره. کیف مجهول است. الله چگونه دست دارد، چگونه صفاتی دارد ما نمیدونیم، هیچ کس نمیدوند. ول ایمان به واجب، ایمان به این صفات همچنان که در آیات کریمه قرآن کریم آمده، در احادیث صحیحه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آمده، ایمان به آن واجب است. و السؤال عنه بدعة،
سوال درباره کیفیت این صفات بدعت است. این اصل و مبدأ را اگر ما توانستیم بفهمیم و درک بکنیم، راه تمام تأویلگرانی که با تأویلات فاسد خودشون راه انحراف و کجروی را به تعبیر قرآن والذین یلحدون فی اسمائه، راه الحاد و کجروی را پیش میگیرند در باب اسما و صفات، به روی همه بسته می شود. چون که ما از پیش خود نمیتونیم چیزی بگیم. الله متعال در کلام مجیدش آنچه که فرموده به آن ایمان داریم، آن را حق میدانیم. وقتی که خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم درباره اون آیات کریمه و اون صفات عزیزه چیزی نگفتن و صحابه گرامی هم نپرسیدن و سؤال عنه بدعه، سؤال کردن، دقت کردن، به جزئیات رفتن درباره اون بدعت است، پس برای ما شایسته نیست که به جایی بریم دقت و تأمل کنیم و بحث بیفایده بکنیم که هیچ ثمره‌ای و نتیجه‌ای ندارد. برعکس ما باید درباره محتوای اسما و صفات الهی دقت کنیم. مثلا دقت میکنیم که الله متعال سمیع است، الله شنونده است، تمام گفته های ما را، گفته های همه مخلوقات را در یک آن، در یک لحظه، همزمان، کامل، شفاف، واضح، صریح همه را میشنود. الله بصیر است، همه چیز را در این جهان میبیند. آنچه که در اعماق اقیانوس هاست، آنچه که در اوج کهکشان هاست، آنچه که در تاریکی جنگل هاست، همه برای الله متعال صاف و شفاف و واضح و روشن است. بصیر است الله متعال، همه چیز را میبیند. و الله متعال علیم است، همه چیز را میداند. آنچه که در دل من خطور میکند آن را الله متعال میداند. آنچه که خطور نکرده اگر خطور کند چه خطور خواهد کرد الله متعال آن را میداند. تمام اطلاعات و معلوماتی را که حتی مورچه‌ای در شب تاریک در زیر سنگ سیاهی در داخل جنگلی در تاریکی چه فکر می کند الله آن را می داند. حرکت می کند الله صدای پایش را می شنود. الله تعالی او را می بیند. پس اگر ما یقین و باور کامل داشته باشیم به این که الله سمیع است، بصیر است، علیم است و قدیر است، الله متعال بر هر چیزی قادر و تواناست. اتم، قدرت سلاح، قدرت زور در برابر الله متعال هیچ نیست. الله متعال همه چیز را با اراده خودش، با قدرت خودش کنترل می کند. الله متعال می تواند که لشکریانی را، لشکر ابرهه را که آمد خانه خدا را خراب کند، با چی هلاک کرد؟ طیرا ابابیل، پرنده های کوچک. برای مسخره کردن اونها الله متعال پرنده های کوچکی را فرستاد، با منقارهایشان سنگای کوچکی را برداشتن زدن تو سرشان، فیلا هلاک شدن. ابراهیم علیه السلام را الله متعال داخل آتش انداختن، از داخل آتش الله متعال او را نجات داد. قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم. این ایمان به اسما و صفات الهی است. عوض این که ما در پی تعویل باشیم، در پی تعطیل صفات الله متعال باشیم و به دنبال فرق باطل و منحرف منسوب به اسلام برویم، مانند جهمیه و سایرین، ما بیاییم صفات الله متعال را همان گونه که در قرآن کریم آمده و در سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیان شده به آن ایمان داشته باشیم. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. سبحان الله.
ولله الاسماء الحسنی، الله متعال دارای نامهای نیکی است. فادعوه بها، این حق اسما و صفات است که ما اسما و صفات الله متعال را بشناسیم، با الله محبت پیدا کنیم و الله متعال را با این اسمش، با این صفت عزیزش بخوانیم. یا الله، یا رحمان ارحمنی، ای اله رحمان به من رحم کن، ای اله غفار مرا مغفرت کن. علما میگن که از آداب دعا این است که هرگاه ما هر دعایی را میکنیم به مناسبت اون دعا اسمی و صفتی از اسماء الله متعال را در اون دعا ذکر کنیم و این اوج محبت بنده را به الله میرساند، اوج محبت واقعی بنده مؤمن را به الله متعال میرساند که انسان با الله خودش، اللهی که اسمای گرامی دارد و صفات نیکو دارد، او را شناختن و درباره اسما و صفات او تفکر کردن که چقدر عظیم است ذاتی که این همه صفات نیکو دارد، این انسان را به الله نزدیکتر می کند. لذا علما میگن که کسانی که اسما و صفات الله متعال را نفی می کنند در واقع در شناخت و معرفت الله، در شناخت و معرفت الله را به روی خود و دیگران میبندند. از راه صفات الله است، از راه اسماء مبارک الله است که انسان میتواند الله را بشناسد، خدای یگانه بی همتا را بشناسد. وقتی شما از الله متعال همه صفات او را نفی میکنید و نعوذ بالله الله را به یک موجودی تبدیل میکنید که هیچ اسم و صفتی مثبت در او وجود ندارد، نعوذ بالله در اون صورت گویا همه چیز را از الله شما گرفته اید. و به تعبیر بعضی علما بدون شناخت اسما و صفات ثبوتی و سلبی برای الله متعال شناختن حقیقی الله متعال ناممکن است. ما برای اینکه الله متعال را بتوانیم دقیق بشناسیم باید اسما و صفات او را دقت کنیم و از تعویل و کجروی درباره اسما و صفات بپرهیزیم. و این را بدانیم که تعویلات فاسدی که بعضی مدعیان شناخت توحید و یکتاپرستی سعی میکنن ترویج کنن، این در واقع در نهایت ما را به نعوذ بالله به ذاتی، به الهی، به معبودی میرساند که گویا از این همه اسم و صفت مبارکی که در کلام مجیدش نازل فرموده نعوذ بالله محروم است. پس امیدواریم که خداوند متعال به من و شما توفیق عنایت فرماید که الله متعال را با صفات گرامیش و با اسمای نیکویش بشناسیم و این را بدانیم که الله متعال تهدید کرده است که کسانی که در اسما و صفات الهی کجروی میکنند اونها را عذاب میدهد. خدای نکرده ما جزو کسانی نباشیم که با معطل کردن اسما و صفات الهی مستوجب غضب خداوند و عذاب او تعالی قرار گیریم. خدایا ما را جزو بندگان نیکوی خودت بگردان، جزو بندگان حقیقی خودت بگردان، کسانی که تو را میشناسند با اسمای نیکوی تو، با صفات نیکوی تو و محبت واقعی خودت را در دلهای ما بنشان. سروران گرامی، تا فرصت دیگر همه شما را به آن معبود یگانه و شایسته تمام صفات نیکو می سپارم. الله یار و نگهدارتون. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق
بیفشاند جهانی بذر شوکت، شکست هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت.